با آموزش ساخت این اسپیرالای زیبا امروز در خدمتتون هستم. بریم ببینیم چطوری میشه ساختشون. برای ساخت این شاخه‌های اسپیرال ما احتیاج داریم به یک موی 2 سرباز، حالا هر رنگی که میخواد باشه، و یک جایی که بتونیم این مو رو آویزونش کنیم. من از گیره‌های لباسی استفاده میکنم که این قسمتش باریک باشه و وقتی که میخوایم نصبش کنیم داخل مو، این حلقه‌ای که اینجا به ما میده یه حلقه ظریف و کوچیک باشه. حالا روش پیچیدنش، ببینیم بچه‌ها، مو رو از وسط 2 قسمت مساوی کردم و آویزونش کردم به این حلقه. حالا برای پیچیدنش سمت راست به زیر پیچیده میشه، سمت چپ به زیر پیچیده میشه، یعنی هر 2 سمت مو به یک جهت پیچیده میشه. الان میرسیم به قسمتی که باید ضرب در بخورن رو هم دیگه. ببینید و همینطور پیچ ضرب در و همزمان همینطور که پیچ میدیم این ضرب در هم باید انجام بدیم. هر چقدر پیچ دستامون بیشتر باشه اسپیرالمون ظریف‌تر میشه بچه‌ها. حالا چطوری متوجه بشیم که اسپیرالمون رو درست پیچیدیم یا نه؟ ببینید بچه‌ها، وقتی که انتهای کار رو شل میکنیم، اگه اسپیرالمون تا اون اول باز شد یعنی خراب شد، بدونیم که اسپیرال مشکل داشته پیچیدنش، ولی اگر همینجوری ثابت مون بدونیم که پیچیدن اسپیرالتون صحیح بوده.